سلام و درود به همه شما همراهان همیشگی مایسا میوزیک. من یاسین سعید هستم و اینجا جاییه که با هم به دل قصه ها و افسانه های کهن سفر میکنیم. اینجا داستان ها فقط روایت نمیشن، زندگی میکنن. در قسمت های قبل ماجرا از جایی شروع شد که شهرباز و شاه زمان با خیانت همسرانشان روبرو شدند و زخمی عمیق بر دلشان نشست. شاه زمان دیگر تاب پادشاهی نداشت و سر به بیابان گذاشت. اما شهرباز با دلی پر از خشم به قصر بازگشت و فرمانی سنگدلانه صادر کرد. هر شب با دختری هم بستر می شود و سحرگاهان تیغ جلاد بر گردن آن دختر فرود می آید. این رسم بیرحمانه 3 سال ادامه یافت تا آنکه دیگر در شهر دختری باقی نماند. در این میان دختر وزیر اعظم شهرزاد دانا قدم پیش گذاشت و از پدر خواست که او را به عقد شهرباز درآورد تا با تدبیر خود این خونریزی بی پایان را پایان دهد. اما وزیر اعظم که دلش از بیم جان دخترش می‌لرزید رو به شهرزاد کرد و گفت: ای دخترم، بگذار تو را از حکایت دهقان و خرش آگاه کنم. وزیر گفت: شنیدم که دهقانی مال و رمه فراوان داشت و زبان جانوران دانستی. روزی به طویله رفت و گاو را دید که نزدیک آخور خر ایستاده و چشم بر علیق پاکش نهاده و به خوابگاه خشکش رشک میبرد و میگوید که گوارا باد بر تو این نعمت و راحت که من روز و شب در رنج و تعب گاهی به شیار و گاهی به آسیاب گرداندن میگذارم و تو را کاری نیست جز این که خواجه ساعتی تو را سوار شود و باز به سوی آخور باز گردد. تو را شب به عیش و طرب می رود، ندانی که بر ما چه شب می رود. درازگوش به پاسخ گفت: فردا چون شیار افراز بر گردنت نهند بخسب و هرچه زدندت بر نخیز و آنچه پیشت آورند مخور، چون روزی تو بدین سان کنی از مشقت و رنج خلاصی یابی. اینها در گفتگو بودند و خواجه گوش همی داد. چون بامداد شد خادم طویله آمد. گاو را دید که قوتی نخورده و قوتی ندارد. سستی گاو را به خواجه باز نمود. خواجه گفت: درازگوش را کار فرما و شیار افراز بر گردن او بنه. خادم چنان کرد. به هنگام شام که درازگوش بازگشت گاو پیش آمده و به نیکی‌های او سپاس گفت. خر پاسخی نداد و از گفته خود پشیمان بود. روز دیگر باز خر را به شیار بستند. وقت شام خر با تن فرسوده و گردن سوده بازگشت. گاو به شکرگزاری پیش آمد. درازگوش با گاو گفت: دانی که من ناصح و مشفق توام. از خواجه شنیدم که به خادم گفت فردا گاو را به صحرا ببر، اگر سستی نماید به قصابش ده. من به دل سوزی پندی گفتمت والسلام. چون گاو این را بشنید رضامندی کرد و گفت: فردا ناچار به شیار روم. اینها در سخن بودند و خواجه گوش همی داد. بامداد خواجه با خاتون به طویله آمد. به خادم گفت: امروز گاو را کار فرما. چون گاو خواجه را بدید دم راست کرده بانگی زد و بر جستن گرفت. خواجه در خنده شد و چندان بخندید که بر پشت افتاد. خاتون سبب خنده را باز پرسید. خواجه گفت که سری در این است که فاش کردن نتوانم. خاتون گفت: تو را خنده بر من است. چون خواجه خاتون را بسیار دوست می داشت گفت: ای مونس جان، از بحر خاطر تو من سر خود را فاش کنم، ولی پس از آن زنده نخواهم بود. آنگاه خواجه فرزندان و پیوندان خود حاضر آورده وصیت بگزارد و از بحر وضو به باغ اندر شد که سگی و خروسی و مرغان خانگی در آن باغ بودند. خواجه شنید که سگ با خروس میگوید: وای بر تو، خداوند ما به سوی مرگ روان است و تو شادانی. خروس پاسخ داد که خداوند ما کم خرد است، از آن که من 50 زن دارم و با هر کدام گاهی به نرمی و گاهی به درشتی مدارا میکنم. خداوند ما 1 زن بیش ندارد
و نمی‌داند با او چگونه رفتار کند. چرا شاخی چند از این درخت بر نمی‌گیرد و خاتون را به سزای کارش نمی‌رساند که پی به اشتباه خود ببرد، که رازهای خواجه را باز نپرسد، در حال خواجه شاخی چند از درخت بگیرد و خاتون را به اشتباه خود رسانید. چون خاتون این را بدید معذرت خواسته، استغفار کرده و پای خواجه را همی بوسید تا بر وی ببخشود. اکنون ای شهرزاد، همی ترسم که بر تو از ملک آن رود که از دهقان بدین زن رفت. شهرزاد گفت دست از طلب ندارم تا کام من برآید. وزیر چون مبالغت او را بدین پایه دید، برخاسته به بارگاه ملک رفت و پایه سریر بوسیده از داستان دختر خیش آگاهش کرد. اما شهرزاد خواهر کهتر خود دنیازاد را به نزد خود خوانده. با او گفت که چون مرا پیش ملک برند، من از او درخواست کنم که تو را بخواهد. چون حاضر آیی از من تمنای حدیث کن تا من حدیثی گویم، شاید که بدان سبب از هلاک برهم. پس چون شب برآمد دختر وزیر را بیاراستند و به قصر ملک بردنش. ملک شادان به اجلا آمد و خواست که نقاب از روی دختر برکشد. شهرزاد گریستن آغاز کرد و گفت ای ملک، خواهر کهتری دارم که همواره مرا یار و غمگسار بوده. اکنون همی خواهم که او را بخواهی که با او وداع بازپسین کنم. ملک دنیازاد را بخواست و با شهرزاد به خوابگاه اندر شد. پس از آن شهرزاد از تخت به زیر آمده در کنار خواهر بنشست و دنیازاد گفت ای خواهر، من از بیخوابی به رنج اندرم. اجالتا حدیثی برگو تا رنج بیخوابی از من ببرد. شهرزاد گفت اگر ملک اجازه دهد بازگویم. ملک را نیز خواب نمی برد و به شنودن حکایت رغبتی تام داشت. شهرزاد را اجازت حدیث گفتن داد. شهرزاد در شب نخستین گفت ای ملک جوانبخت، شنیده‌ام بازرگانی سرد و گرم جهان دیده و تلخ و شیرین روزگار چشیده سفر به شهرهای دور و دریاهای پرشور می کرد. وقتی او را سفری پیش آمد از خانه بیرون شد و همی رفت تا از گرمی هوا مانده گشته به سایه درختی پناه برد که لختی برآساید. چون برآسود قرصنانی و چند دانه خرما از خرجینی که با خود داشت به در آورد، بخورد و تخم خرما بینداخت. در حال عفریتی با تیغ برکشیده نمودار شد و گفت چون تخم خرما بینداختی بر سینه فرزند من آمد و همان لحظه بیجان شد، اما تو را به قصاص او بایدم کشت. بازرگان گفت ای جوان مرد عفریتیان، من مالی بی حد و چند پسر دارم. اکنون که قصد کشتن من داری مهلت ده که به خانه بازگردم و مال به فرزندان بخش کرده وصیت‌های خود بگزارم و پس از سالی نزد تو آیم. عفریت خواهش او را پذیرفت. بازرگان به خانه بازگشت، مال به فرزندان بخش کرد. ماجرای خیش را چنانچه با عفریت رفته بود با فرزندان و پیوندان بیان کرد. چون سال به پایان آمد به همان بیابان بازگشت و در پای درخت نشسته بر حال خود همی گریست که پیری پیدا شد و غزالی در زنجیر داشت. به بازرگان سلام داده پرسید که کیستی و تنها در مقام عفریت از بهر چیستی؟ بازرگان ماجرا باز گفت. پیرا عجب آمد و بر وی افسوس خورد و گفت از این خطر نخواهی رستن. پس در پهلوی بازرگان بنشست و گفت از اینجا بر نخیزم تا ببینم که انجام کار تو چون خواهد شد. بازرگان به خویشتن مشغول بود و همی گریست که پیر دیگری با 2 سگ سیاه در رسید و سلامی داد. پرسید که در این مقام چرا نشسته اید و به مکان عفارید از بهر چه دل بسته اید؟ چون ایشان ماجرا باز گفتند هنوز پیر دیگری ننشسته بود که پیر استر سواری در رسید. سلام کرده سبب بودن در آن مقام باز پرسید. ایشان ماجرا بیان نمودند. ناگاه گردی برخاست و از میان گرد همان عفریت با تیغ کشیده پدیدار شد. دست بازرگان بگرفت
تا او را بکشد. بازرگان بگریست و آن هر سه پیر نیز بر حال او گریان شدند. پیر نخستین که غزال در زنجیر داشت برخاست و بر دست عفریت بوسه داد. گفت ای امیر عفریتان، مرا با این غزال طرفه حکایتی است. آن را بازگویم، اگر تو را خوش آید از 1/3 خون اون درگذر. عفریت گفت بازگو. قصه امشب ما هم در اینجا به پایان میرسه. من یاسین سعید تا قسمتی دیگر و شب دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم.